اعضای شورای بین‌الدولتی مقاومت با коррупсия سرداری ریاست مبارزه با коррупсия و جنایت‌های متشکل پروکراتور گنرالی جمهوری بلاروس ایگور گریبو با دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آورده با استادان و دانشجویان ملاقات کرد. هیئت قبل از ملاقات با دستاوردهای علمی و تعلیمی و ایجادی استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان که به نمایش گذاشته شده بود بازدید نمود. در ابتدای چهاره‌بینی به این مناسبت رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امامعلی نصرالدین زاده راجع به سمت‌های مهم همکاری با مؤسسه‌های عالی تعلیمی جمهوری بلاروس و تدبیرهای اندیشیده مقامات بابت جلوگیری از روندهای کورپسیونی در مملکت ابراز اندیشه کرد. سپس سردار ریاست مبارزه با коррупсия و جنایت‌های متشکل پروکراتور گنرالی جمهوری بلاروس ایگور گریبو در موضوع سیاست ضد کورپسیونی جمهوری بلاروس و تحکیم همکاری‌های منطقوی جهت مبارزه با коррупсия معروضه نمود. تاکید گردید که در جمهوری بلاروس نیز به مانند جمهوری تاجیکستان سندهای قبول شدند که محوری آنها را مبارزه علیه коррупсия، پیشگیری سبب و عامل‌های به پیدایش حقوق ویرانکنی‌های коррупسیونی مساعدت کننده و ریشه‌کن نمودن آنها تشکیل می‌دهد. تاکید شد که коррупсия واقعاً یکی از جنایت‌های خوفناک سیاسی به حساب می‌رود که آن برای عملی گردیدن برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی دولت مانع ایجاد نموده نمی‌گذارد مبلغ‌های دولتی برای برنامه‌های پیش‌بینی گردیده عملی گردند. آن می‌تواند ناباوری شهروندان را نسبت به دولت و حکومت و سیاست پیشگرفته آن بیشتر سازد. مخصوص تاکید می‌نمایم که پیشگیری و مبارزه بر ضد коррупсия کاری دستجمعانه بوده. برای ریشه‌کن نمودن آن تمام جامعه باید بی‌طرف نباشد افزود ایگور گریبو. ملاقات مذکور جهت عملی گردیدن تدبیرها در سمت اعلان شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی به خاطر بلند برداشتن معرفت حقوقی آموزگاران و کارمندان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان مؤثر ارزیابی شد.